من مسلمانم، لبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر عقاقی هاست، کعبه ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. من برای هیچ کس تو این کره زمین آرزوی بدبختی ندارم، برای هیچ کس انتظار مرگ هیچ کس رو نمیکشم، برای هیچ احدی تو این عالم بد نمیخوام، حتی اونایی که دارن بدترین رفتارها رو نشون میدن. از اعمالشون منزجرم، اونایی که تو دنیا دارن بچه میکشن، اونایی که دارن زنها رو به اسارت میبرن، از این فعلشون منزجرم، اما از خودشون نه. خودشون رو دعا میکنم خدا دستشون رو بگیره. اونم بنده خداست، سقوط کرده، خطا کرده. اونی که ما باش بدیم بچه‌ها بیماریه، نه بیمار. عیسی مسیح رفت پیش خدا گفت خدایا میخوام شیطون رو شفاعت کنم. یعنی از شیطون متنفر نیستم، از شیطنتاش متنفرم. با شخصش که اینم مخلوق تو. خدا میدونم خوشحال میشه اگه شیطون توبه کنه، ناراحت میشه خدا. فکر خدا وایساده موقع مرگ شیطون بشه بمیره عذابو شروع کنه. خدا اینجوریه؟ شیطونم باشید از خدا درخواست کنید نه بهتون نمیگه، چون گفته ادعونی استجب لکم. خدا به شیطون نه نمیگه، به تو نه میگه. چرا به تو نه میگم؟ به شیطون که گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین، میرم کلاه همه بنده هاتو برمیدارم، پوست همش رو میکنم، سر راشو وای میستم، نمیذارم عبادت بکنن، ولی به من مهلت بده. اون چی که باعث مهلت دادن به شیطون شد کرم خدا بود، نه عبادت شیطون. عبادتش مگه مزد داره؟ تازه بدهکار خداست. اجازه دادم 6000 سال با من حرف بزنی. میدونی مالیاتشو بگیرم ازت چی میشه؟ خدا به شیطون نه نمیگه. خدا چرا بهش مهلت دادی؟ شاید گودال قتلگاه رو دید توبه کرد برگشت، شاید حسین رو دید برگشت. پس به تو مهلت دادم برای بازگشت، مهلت ندادم بری گناه جمع کنی بیای پوستتو بکنم. من دنبال پوست کندنتون، من عاشقتم، نمیفهمی، من دوست دارم. بچه معتاد شده، باباه از اعتیاد بیزاره، چندشش میشه از اعتیاد، اما بچه معتادشو بغل میکنه میبره دکتر. با بچهش که دشمن نیست، با اعتیادش دشمنه. ما بعد کسی رو نباید بخوره. فرهنگ ابا عبدالله اینه. شب عاشورا دعا میکنه برای کسایی که الان تو خیمه نشستن دارن نقشه میکشن، بعضی ها برای حکومت ری، بعضی ها برای پستای فرعیش. 2% گرفته بودن بشن فرماندار و استاندار و بخشدار و تنهایی که نمیخواست بره ری. بعضی ها تو فکر اموال ابا عبدالله هم دارن نقشه میکشن. چه اسب خوبی سوار بود حسین، فردا یه جوری برم اسب بگیرم. یه نفر هست میگه به دستش میارم انگشتر قشنگی. اون نگهبان خیمه ها دیدم آقا اومده بیرون خیمه ها، میشینه رو زمین بلند میشه اونور میشینه. اومدم جلو، آقا چی کار میکنید؟ دیدم تو دستش پر بوته خاره، داره خارا رو جدا میکنه. میخواد به پا بچه هاش نره خارا. حسین رو نمیشناسی؟ میخواد گناه رفتن این خارها به پای بچه هاش گردن کوفیا نمونه. فهمیدی چی گفتم؟ خارا رو نمیکنم که به پا بچه هام نره که دلم برا بچه هام میسوزه که میسوزه. دارم میکنم که به پا بچه هام نره که گناه رفتن این خارها به پای بچه هام و پا کوفیا ننویسن. میخوام بار گناهشون کم بشه، میخوام بار گناهشون کم بشه. تا صبح حسین دعا کرد. صبح دعای حسین مستجاب شد. دیدن هر داره میلرزه. طرف گفت هر داره میلرزی؟ اگه میگفتن شجاعان کوفه کیه میگفتم تویی. گفت نمیبینی بین بهشت و جهنم گیر کردم؟
بابا هور ول کن خودتو. دعا پشت سرت من. تو از مال اینجا نیستی، تو نمیتونی اینجا وایسی، تو سنخیت با اینا نداری، تو لاتی هور، تو اهل نماز شب نبودی، تو حج پیاده نرفتی، تو پیشونی جا مهر نیست، تو لاتی مرد، جا تو اینجا نیست. میخوان بچه ها رو کتک بزنن. برو اون بر آبرو لاتا رو نبر. لاتا همه رفتن کمک امام حسین، مؤمنا استخاره کردن بعد اومد. آه از تزویر، آه از ریا، آه از دروغ، مرگ بر دروغ، مرگ بر تزویر، مرگ بر ریا. مقدس بازی در نیارید بچه ها. اونایی که پیشونیشون پینه بسته بود به پیشونی حسین سنگ زدن. بفهمیم علیکم به درایات لا به روایات. حقایق رو به دست بیارید، با الفاظ بازی نکنید. نماز شب یعنی کسی از درد مردم خوابش نبره. چرا؟ چون تو نماز شب میگه تو قنوت 40 تا مؤمن رو دعا کن، یعنی 40 تا مریض و دردمند رو دعا کن. یعنی اون 40 نفری که دردشون نذاشته بخوابی، ما که شکم سیری خوابمون نمیبره پا میشیم نماز شب بخونیم، نفهمیدیم نماز شب یعنی چی. چرا انبیا نماز شب میخوندن همشون؟ چون دردمند درد مردم بود. مردم بنده کوچیکه محبت، عجلم نداره حسین. آقا فهمید من کارمو میکنم. اگه امروز جواب داد که امروز میبرمتون، خور همون روز جواب داد همون روز بود. اگه امروز جواب نداد بالاخره دستتون میگیرم. این شد که بعد از عاشورا وجدانهای خاموش شده شون بیدار شد، توبه کردن خیلی هاشون. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. از نظر ما اهل بیت مردم معادنن، معادن طلا، نه طلا و نقرن. مرد امام حسین میگه تو معادن طلا و نقره. زیر خروارها لجن و کثافت خودتو مدفون کرده باشی، من حسین میام از اونجا میکشمت بیرون، با یه نگاه پاکت میکنم. حسین دیگه آقاتونه، آقاتون کریمه. تو عمیق ترین نقطه جهنم باشی، تو تاریک ترین نقطه اونجا باشی، تو عظیم ترین آتش ها خودتو گرفتار کرده باشی، یه بار با صدق دل بگی خدا دستتو میگیره. حبیب ما بی گناه کارا تو هر کار کردید ناامید نباشی. حسین اومده اینو بگه ناامید نشی. این درگه ما درگه ناامیدی نیست. 100 بار 100,000 بار 100 میلیارد بار توبه شکستی بار. دلی استجابت را بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نامید از رحمت، تا تو به نام را بنویس امضا کردنش با من. هر جا باشی، هر چقدر پروندت سنگین باشه، هر چقدر گناه رو دوشت باشه، هر چقدر تو تاریکی قوطه خورده باشی، یه بار با صدق دل بگی خدا دستتو میگیره. اینا بده هیچیو نمیخواد. اومده بگه ما گناهتو نمیبینیم، ما خودتو میخواییم. بار گناهتو من میذارم زمین، من حسین میذارم بار گناهتو زمین. نه ترس، برگرد بیا. عذابی تو قیامت بالاتر از خجالت نداری. آتیش جهنم حسرت بتبه که مادرتون فاطمه میاد با پهلوی شکسته میگه ببین چقدر خرجتون کردم. ببین من خاک بر سر اونجا وایستادم میگم خدایا اینا حق منو خوردن، بابا اینام گریه کنه حسین بودن، حالا یه خبطی کردم، بیا بگذر. نه من میخوام حقمو از اینا بگیرم، بیا بگذر من ازت میگذرم، بیا هرچی میخوای من بهت میدم، بیا لجبازی نکن، بیا با این دستا. اونجا وایستادم دارم لجبازی میکنم. اون وقت مادرت فاطمه میاد قنداق علی اصغر که وایستادی حقتو بگیری، بیا بریم. ببخش من مادرتم، من بخشیدم، ببخش، بیا بریم. وای نستا
بیا وای نستا بیا. بیدارباش.net